هتل رو خالی میکنن. چه اتفاقی افتاده؟ پس من اون توی یه خبرایی بسیار خوب، هتل تخلیه شد. حالا چطور میتونیم مسائل رو با شما حل کنیم؟ میخواین با همون کنار بیاین یا مذاکره کنیم؟ شما کدومش رو ترجیح میدین؟ سام ویلیام مارشال. میخوام بیاریدش اینجا. آقای مارشال هیچون ارتباطی با هتل من ندارن. مگه اسمش تو لیست شما نیست؟ مگه سرمایه‌دارای آمریکایی سرپرست سربازای آمریکایی نیستن؟ ببخشین. تماس بگیریم. خواهش میکنم. الو؟ سب کن. بله دارم گوش میکنم. ما اینجا مشکل بزرگی داریم. باید همین الان بیای هتل. نمیتونم، الان دارم میرم مهمونی. قضیه خیلی جدیه. سلام سام. تو کی هستی؟ من کسی هم که میخواد تو تلگرام هالیتون رو بفرسته رو هوا. البته اگه تو افتخار دیدن تو نصیبمون نکنی. میشه لطفاً لیست دسرتون رو ببینم؟ شنیدم پای سیب آمریکایی خیلی خوشمزه است. اشتباه میکنم؟ میشه من قهوه بخورم؟ پای سیب تو رستوران مکدونالد هم میشه پیدا کرد. با گروه خنثی کننده تماس بگیر و اوضاع هتل رو بهشون بگیر. من بمبگذارا رو میشناسم. در ضمن با رهبر کردا تماس بگیر و عذرخواهی کن، بگو که امشب نمیتونم تو مراسم شرکت کنم. نه یه لحظه صبر. کارمون عالی بود صدفا. اونا باید چند ساعت طول را باشه. تو خفه میشن و میمیرن. راست میگی. ماشینو نگردار. ماشینو نگردار.